خبر کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان میگوید بر اساس حکم عالی قدر امیرالمومنین حفظه الله مولوی سید احمد شهید خیل به حیث معین نظامی وزارت امر بالمعروف و مولوی عبدالرحمن منیر به حیث رئیس عقیدتی و فرهنگی وزارت دفاع ملی تعیین شده اند. نمایندگان اتحادیه اروپا و نروژ در دیدار با دکتر قلندر عباد کارکرد و دستاوردهای وزارت صحت عامه را ستایش کردند و گفتند که کمک‌هایشان ادامه دارد و متعهد به همکاری دائمی با افغانستان هستند. سرپرست وزارت صحت عامه از همکاری آنها تشکر کرد و گفت که افزایش مراکز صحی در نقاط دورافتاده افغانستان و از بین بردن ویروس فلج اطفال از اولویت‌های این وزارت است. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با تاجران و سرمایه‌گذاران منطقه‌ای گفت افغانستان کوتاه‌ترین و مناسب‌ترین راه تجارت و اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی است. از سوی محکمه شهری ولایت لغمان دو تن به اتهام جرم عمل زشت لواطت به جزای تعزیری محکوم شدند. در نشست نوبتی کمیسیون تدارکات ملی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر اخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء 16 پروژه به ارزش حدود 1 میلیارد افغانی منظور شد. شاروالی کابل میگوید پروگرام آگاهی عامه به منظور ترویج فرهنگ شهری و صرفه‌جویی در مصرف آب برگزار شد. مسئولین ریاست زراعت ولایت لوگر میگویند حاصلات میوه تازه در این ولایت امسال نسبت به سال گذشته 21% افزایش داشته است. با گفته مسئولین امسال از 3977.3 جریب باغ 47627 تن حاصلات به دست آمده است.